خیلی از سازنده ها برای اینکه هزینهشون بیاد پایین برای پکیج لوله نمیذارند، پکیج رو داخل تراس میذارند و بر اساس قوانین و استاندارد جدید شرکت گاز حتما خریدار ملزمه که پکیج فندار بخره. خب ما چرا این کار رو باید بکنیم؟ ما لوله دودکش پکیج رو میگیریم تا پشت بوم هم میاریم، حالا اگر که نیاز شد پکیج فندار میخره، اگه نشد هم پکیج عادی بخره. چرا این هزینه رو باید به عهده خریدار بذاریم؟ ما لوله پکیج از تمام طبقات اومده بالا توی پشت بام، بعد خیلی از سازنده ها فقط لوله رو عادی میارن بالا. نه، تمام لوله های پکیج باید عایق بشه، عایق پشم شیشه باید بشه، گرمای اون پکیج داخل خونه نیاد، داخل واحد نیاد، گرماش کسی رو اذیت نکنه و این استاندارد باید رعایت بشه. خیلی رعایت نمیکنن، ولی ما همونطور که میبینید اینو رعایت کردیم. داخل دیوار قرار میگیره، هیچ کس هم نمیبینه، هیچ کس هم خبر نداره، بعضی این کار نمیکنن، ولی استانداردی که باید انجام بشه.